عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان همیشگی تلویزیون جهانی امید ایران. با برنامه دیگری از شما و تجارت آنلاین در خدمتتون هستیم. نادیا هستم، چیف مارکتینگ آفیسر CMO از کمپانی اتلانتیس افکس از آمریکا کلرادو در خدمتتون هستم. امروز جناب افشین سازگار هم از فنلاند اروپا به ما پیوستن، میریم که با ایشون همراه باشیم. افشین جان درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم مدیرتون خدمت شما و همچنین بینندگان محترمتون. خوش اومدین افشین جان. عبادت شما انشاءالله قبول حق باشه، نمازتون قبول باشه. همینطور برای شما. همینطور که در جریان هستین، البته خیلی جالبه که الان ایام صیام با ماه رمضان یکی شده و امروز اولین روز ماه رمضان هم هست. خب به هر حال چهارشنبه سوری هم که فردا، از همینجا چهارشنبه سوری هم بهتون تبریک میگم، همینطور به شما و بینندگان عزیز. چهارشنبه سوری هم تبریک میگم. من اصلا اومدیم آمریکا فهمیدیم اینم باید تبریک بگیم. به تبریک ها رو اضافه شد. تولد و میلاد و بعد ایران تبریک میگم. تبریک. چرا که نه؟ ولی من تازه فهمیدم این واسه روزم باید تبریک بگم. تا قبلش نمیدونستم. آره. هر روز آدم یه چیز جدید یاد میگیره افشین جان. عزاداری میکردیم و ماه روز و اینو که میرسیدیم گشنگی اصلا تحمل سخت. ولی تبریک میگم همینجوری. آقا یه تبریک کلی میگیم دیگه، خیلی چیزه، همه چی دیگه خیلی همین تو هم شده دیگه. تبریک بپذیرید. بله. خب ولی چهارشنبه سوری چی کار میکنید؟ تو خونه سنگر. اصلا نه، من از چهارشنبه آتیش اینجوری میترسم، اینجا نمیرم. اصولا هستیم در خدمت دوستان در منزل، یه تعدادی از دوستان رو دعوت کردیم به صرف شام. به به. هستیم خوبه. بله. شما مثل این که آشپزیتون هم خوبه. آره خوبه. آره میگن خوبه. آره. آدم شکمو اصولا آشپزیش خوبه. آدمی که خودش اهل غذا باشه اصولا دستپختش هم خوبه. بله. حالا کی قرار برنامه آشپزی خودتون رو بذارین؟ میذاریم انشالله با آقای رفیعی صحبت میکنیم، یه برنامه آشپزی درست درمان انشالله میذاریم. ولی تا جایی که میدونم شما آشپزیتون خوب نیست. والا آشپزی بلدم، ولی انتخاب کردم که انجامش ندم. اصلا بیننده رو محترم الکی میگیم، ما یه جایی باشون برخورد کردیم، یه مسابقاتی باشون برخورد کردیم، تنها کاری که کردن یه املت درست کردن، اونم به فرمانده مادرش. اصلا آشپزی نیست. من منتظر برنامه آشپزی شما هم که یه مقدار یاد حتما در خدمت هست. هر حال فکر می‌کنم خیلی برنامه جالبی بشه. ولی خب حالا چطوری که بریم سراغ حالا آشپزی رو همه بلدن، بریم سراغ برنامه‌های سوالای مردم عزیزمون. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خواهش. خب افشین جان، سوال اولی که کرده بودن در مورد تاثیر این وردپرس و ویکس بود و اینکه آیا استفاده از اونا تأثیری روی سئو داره یا نه. ببینید اصلا باید ببینیم وردپرس یا ویکس یا CMS های این مدلی چی هستن و چه کاربردی دارن برای ما. ببینید برای یک سری وبسایت های خیلی معمولی، یعنی وبسایت های کاتالوگی وبسایت هایی که فقط کار معرفی رو میخواد انجام بده، میتونید از این CMS ها استفاده کنید. البته وردپرس فوق‌العاده میتونه به صورت پیشرفته روش کار باشه، همینجور ویکس هم من جدیدا دیدم، یا CMS های مختلف همینجور در حال پیشرفت هست. ولی نه، باید بهتون بگم هیچ فرقی نمیکنه. چه شما هزینه خیلی سنگین پرداخت بکنید که براتون برنامه‌نویسی بکنم یا کدنویسی بکنم براتون، از این قضیه کدنویسی و برنامه‌نویسی دو مسئله جدا از هم که اصولا اشتباه می‌گیرن.
ولی حالا توی برنامه توضیح میدم. یا اینکه بیا از این CMS ها استفاده. وقتی میگم یک وبسایتی رو میخوای به صورت فقط معرفی شغل یا معرفی خودت به صورت خیلی معمولی یه وبسایت معمولی داشته باشی یا وبسایت کاتالوگی داشته باشی، میتونی از این CMS ها استفاده کنی و تو قضیه سئو نه تنها هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه، به مراتب خیلی از مواقع چون استانداردهای خیلی خوبی رو رعایت میکنن این CMS ها و یک سری قالب‌های خیلی مشخصی رو دارن، تو سئو فوق‌العاده کار کردن باهاشون خیلی وقت راحت تره تا یک فردی بیاد کدنویسی کنه یا برنامه‌نویسی کنه و شما هیچ محدودیتی هم ندارید وقتی دارید از این استفاده میکنید. و اینی که آقا کدومش بهتره این بستگی به انتخاب شخص خودتون داره. خب CMS مثل وردپرس یه مقداری پیچیده‌تره و نیاز هست که یه مقدار تخصص داشته باشه شما، ولی CMS مثلا ویکس نه خیلی راحت‌تر میتونید کار انجام بدید، ولی در نهایت خودتون نباید انجام. در نهایت باید از یک متخصص استفاده بکنید. شما خیلی دچار این اشتباه میشن، میگن خب حالا که راحته برید خودم واسه خودم بسازید. ببین اگه دچار مشکل اقتصادی هست خب و میخواین که خودتون وبسایتتون رو راه‌اندازی بکنید، بهتون پیشنهاد میکنم مثلا از این CMS مثل ویکس استفاده بکنید. خیلی 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 راحت‌تر میتونید کار رو انجام بدید. و اگه میخواین یک شخصی رو هایر بکنید نهایت تو یک ساعت دو ساعت یه نفری هایر بکنید که بیاد حالا کار تکمیلیشو واسهتون روی دیزاین انجام. ولی وقتی به قضیه سئو میخورید دیگه اون وقت حتما باید روی کمپانی دیل بکنید که این کار براتون انجام بده. حالا چه بخواد از CMS استفاده بکنید چه بخواید از حالا بریم کد نویسی بشه براتون فرقی نمیکنه. سئو رو خودتون نمیتونید انجام بدید. طراحی سایت رو شاید بتونید انجام بدید، شاید چون قالباش اونجا آماده هست. کاش که میشد توی برنامه قشنگ نحوه کار کردن با ویکس رو بهتون آموزش میدادم. اگه وقت بکنم حتما یه ویدیویی رو میسازم روی یوتیوب، یا چون بکنم حوصله برنامه حالا نمیشه من میخوام اینجا بیام براتون آموزش بدم، ولی حتما این کار رو میکنم. دوستانی که حالا پیج من رو فالو دارن منتظر باشن که حالا من یه برنامه آموزشی تو این زمینه براشون میسازم. ولی نه هیچ فرقی نمیکنه. اینی که بعضیا میگن آقا ما داریم کد نویسی کردیم حالا یا برنامه‌نویسی کردیم، اگه نیاز خاصی نداشته باشن و اگه قرار نباشه وبسایتشون کار خاصی رو انجام بده پولشون ریختن دور، اینجوری بهتون بگم. یعنی اصلا هیچ فرقی نمیکنه که آقا از اینا استفاده، میگم به مراتب خیلی وقتا راحت‌تر. یعنی ما سئوکارا وقتی نمیبینیم خب از وردپرس استفاده شده یا حتی از ویکس استفاده شده و یا CMS این رده، خب خیلی راحت تری تا بریم ببینیم یه کدنویسی و برنامه‌نویسی شده که خیلی پیچیده، خیلی عجیب و غریب نوشته شده یا به قول خودمون خیلی کثیف نوشته شده و حالا هی بعد بگیم اصلاحش کن، ولی این قضیه تو وردپرس اتفاق نمیفته. خب برای همین اگه وبسایتتون ببین انقدر الان مخصوصا وردپرس انقدر پیشرفت کرده که شما خیلی از نیازاتون رو برطرف میکنه. یعنی الان دیگه نیاز نیستش که بدید کد براتون بنویسم، نمیدونم دوباره براتون انقدر پلاگین‌های مختلفی رو و متعددی رو گذاشتم روش که شما هم اکثرا من فکر میکنم 70% نیاز اشخاص رو برطرف بکنه اصلا و هر روز هم داره پیشرفت میکنه. نیازی نیست، واقعا میگم نیازی نیست، مگر اینکه یک وبسایت خاصی با یک نیاز خاصی رو شما مورد نظر داشته باشید که بخواد یک کار عجیب و غریب، واقعا یک کار عجیب و غریب بکنه که این وبسایت حالا از عهده‌اش برنمیاد. ولی
در نهایت خیلی از مسائلتون رو میتونه برطرف بکنه و به هیچ مشکلی هم برخورد نکنید که هیچ سئو خیلی خوبی هم بشه براتون حالا اپتیماین کرد و به هیچ مسئله خاصی هم برخورد نمید. و گول یه سری تبلیغات‌های آنچنانی هم نکنید که آقا یه سری حرفایی که من میبینم وقتی جالا فضای مجازی میبینم آقا کد نویسی اینجوری میشه، کد نویسی نه آقا یک جوری خاصی نمیشه. و اگه مثلا ما یه وبسایتی رو مجبور میشیم حالا با بچه ها کد نویسی بکنن یا برنامه نویسی بکنن، وبسایت هاییه که واقعا کار تخصصی میکنن، یعنی این کار تخصصی خاصی رو میخوان انجام بدن که فعل واقع از عهده وردپرس واقعا بر نمیاد، از CMS اینجور CMS ها واقعا دیگه بر نمیاد. ولی حدودا 60% تا 70% شما چیکار میخواین انجام بدید برای سایتتون؟ یه سایت کاتالوگی میخواین، نهایتا یه فروش آنلاین میخواین یا یه چیزی شبیه به این میخواین که اینا قشنگ کارتون رو انجام راحت راه اندازی میکنن، به جای اینکه بیاید $20,000 $30,000 هزینه بکنید برای برنامه نویس، خیلی راحت تری که با یه هزینه خیلی کم مثلا $300-400 میتونی الان دیگه وبسایت رو راه اندازی. ممنون افشین جان. تو این شرایطی که داشتین شما صحبت میکردین، از اتاق فرمان به من خبر دادن که مثل اینکه یه صف بزرگی جلوی اتاق فرمان، جلوی در استودیو ایجاد شده. این که از آشپزی شما تعریف کردیم، من بهتون اطلاع بدم، همین خبر جدید بود. ولی حالا یه بریک بگیریم، بریم یه سری اخباری که امروز بود من با بینندگان عزیز مطرح کنم و برمیگردیم میایم بقیه سوالا رو مطرح میکنیم تا شما جواب خواستگارا رو میدین. بله حتما. آها خب عزیزان، امروز راجع به بازار سهام یک کوچولو صحبت میکنیم و میگیم چه اتفاقایی افتاده، بعد برمیگردیم با افشین عزیز ادامه سوالاتون رو خواهیم داشت. امروز S&P 500 قیمتش پایین اومده بود، دا جونز قیمتش بالا رفته، نستک و راسل قیمتشون پایین اومده، کرود اویل قیمتش بالا رفته، گلد و سیلور قیمتشون بالا رفته و یورو در مقایسه با دلار قیمتش پایین اومده و باند 10 ساله آمریکا هم قیمتش بالا رفته. حالا خبرایی که امروز بود خیلی کوچولو مختصر میخوام براتون توضیح بدم. خب الان میدونین که در امسال سال انتخابات هست و در آمریکا در حال حاضر پرزیدنت جو بایدن هست و جو بایدن خب با دارن فکر میکنن که احتمالاً ترامپ و جو بایدن با هم دیگه در این انتخابات شرکت خواهند کرد. حالا خب جو بایدن مسائلی که داره اینه که بیشتر میخواد به کمک‌های اجتماعی کمک کنه و کاری کنه که مالیات رو بیشتر از کمپانی‌ها و افراد ثروتمند و دستمزد کسایی که کار میکنن مالیات بیشتری بگیرن و بتونن خب هزینه ها رو از این طریق بدن، هزینه کمک‌های اجتماعی رو از این طریق بدن و نمیخواد چیزو قطع کنه. در حالی که خب ترامپ همینجوری که میدونین دقیقاً تقریبا میشه گفت مخالف این قضیه هست، شرایطی که داره. در یه طرف دیگه همه خب فکر میکردن که ماه فوریه خب خیلی قراره که تورم بالا بره، ولی خب اتفاقی که افتاد دیدیم که تورم به نسبت بالا رفته ولی نه خیلی زیاد و حالا جوری هم که قبلا صحبت کردیم نرخ بهره احتمالا ثابت بمونه، ولی خب خیلی امیدوارن که حالا نرخ بهره بیاد پایین. مطلب دیگه ای که داشتم در موردش میخوندم مسئله بیت کوین بود که خب خبر به این صورت بود که بیت کوین امروز رکود تاریخی به بالاترین مبلغ خودش رسید که بالاترین مبلغی که هست امروز $72,000 قیمت بیت کوین هست. حالا کمپانی‌های مختلف اومدن و نظرات مختلف دادن در مورد قیمت بیت کوین که در آینده میخواد چه اتفاقایی بیفته.
کمپانی لیدر استاندارد چارترد اومده گفته که بیت کوین میتونه تا آخر امسال به 100,000 تا هم قیمتش برسه و همینطور صندوق سرمایه‌گذاری اسکای بریج که بنیانگذار و مدیرعاملش آقای انتونی سکارموچی هست. ایشون خودشون هم خب یه سری بیت کوین ها رو دارن و ایشون میگن که تا آخر اپریل 2025 قیمت بیت کوین میتونه تا 170,000 تا هم برسه. حالا در وال استریت هم خبرهای مختلفی هست، ولی بیشتری ها در وال استریت دارن میگن که قیمت آینده بیت کوین خیلی خوب نامشخصه، یعنی نمیتونن خیلی قیمت خاصی روش بذارن، به خاطر اینکه اونا اعتقاد دارن که بیت کوین چیزی هست که وجود وجود ذاتی نداره، یعنی وجود خاصی نداره، به خاطر همین نمیتونن قیمت خاصی روش بذارن. ولی خب خیلی شرکت های دیگه هم اومدن گفتن که قیمتش حتی ممکنه بالاتر از این هم برسه و این شرکت هایی که این مطالب رو گفتن بیشترشون شرکت هایی هستن که محصولاتی رو میفروشن که سرمایه گذاران رو کمک میکنه که چجوری ارزهای دیجیتال رو خریداری کنن. جالبه بدونین یه شرکت دیگه که ونک هست حتی گفته که بیت کوین ممکنه که تا 350,000 دلار قیمتش برسه و خب خیلی هم ارزهای دیجیتال دیگه الان داره تولید میشه و دارن اجازهش رو میگیرن که بتونن اون ارزها رو داشته باشن. به هر حال این اخباری بود که امروز من باهاش برخورد کردم، دوست داشتم که با شما هم شیر کنم. برمیگردیم با افشین عزیز و سوالای بعدی، ببینیم چیکار کرد با خواستگاراش. باش قبوله. من خواسته باش. خب افشین جان بریم سراغ سوال بعدی. آمادگی شو داری؟ بله ما هم شما. عالی. خب در مورد ایمیل های مارکتینگ صحبت کردن که در زمینه بازاریابی آیا استفاده کنن از این ایمیل مارکتینگ ها خوب هست یا نه؟ ببینید هر چیزی، هر روش مارکتینگی اگه هدفمند باشه خب خوبه، اگه نه به صورت دیلی بخواید انجام بدید پولتون میگیرید. ببینید شما در خصوص ایمیل مارکتینگ حالا بلخص دارید سوال میکنید و صحبت هستش، خودتون بذارید جای اصولا مخاطب. خب ببینید وقتی که این باکس حالا ایمیلتون پر میشه از این حالا ایمیل کمپانی‌های مختلف که حالا برای تبلیغات براتون فرستادن، چیکار میکنید؟ اصلا باز میکنید، نگاه میکنید، یعنی که مستقیم میپرسید تو اسپم میگه از این بعدم دیگه ایراد ایمیل مستقیم بذار تو اسپم. خب بقیه هم همینه، یعنی شما دارید اگه به صورت هدفمند کار نکنید باعث میشه که یه هزینه خیلی گنده، یعنی چون ارزون هم نیست سرویس ها، یعنی اینکه یه هزینه سنگینی رو دارید میریزید دور. خب و فکر میکنم که چون شما یه بودجه رو در نظر میگیرید واسه کار مارکتینگتون، این موضوع باعث میشه که نتونید بقیه حالا نیازهایی که در خصوص بازاریابی دارید برسید. به صورت هدف اینم بستگی به مارکتر شما، ببینید چی کار داره میکنه. یعنی خیلی وقتا اگه مارکتر ندارید خب اون دیگه بحثش شده است، ولی اگه یه فردی به عنوان مارکتر یا بازاریاب دارید، اگه آدم با تجربه باشه، اگه فرد باشه که کار کرده باشه و حالا شخص با سوادی باشه توی این زمینه، اصلا بهتون اجازه نمیده که الکی بیارید هزینه‌های این مدلی بکنید. چه زمانی باید از ایمیل مارکتینگ استفاده بکنید؟ یک آفر خاصی رو دارید یا یک قضیه‌ای رو می‌خواید در میون بذارید با حالا کاستومراتون یا اشخاص دیگه، اون موقع باید استفاده بکنید. هر از گاهی مثلا هر 6 ماه باری هم حالا میتونید خودتون رو تبدیل بکنید، اون بحثش شده، ولی اصولا باید کاملا هدفمند باشه. شما باید دقیقاً مارکتری که داره براتون کار میکنه، من همیشه میگم یک برنامه دقیق 1 ساله به شما بگه که اینقدر هزینه واسه مثلا ایمیل مارکتینگ و دقیقاً بهش بپرسید چه کاری رو میتونید انجام بدید، اینقدر هزینه مثلا برای سئو، اینقدر هزینه واسه گوگل ادز، یعنی دقیقاً باید بدونه میخواد چی کار بکنه.
مارکتری که شب میخوابه صبح پا میشه یه چیز عجیب و غریب بهتون میگه رو اصلا بذارید کنار، چون این اشخاص باعث میشن که شما فقط هزینه بکنید و تهش هم هیچ نتیجه‌ای هم نمیگیرید. یعنی مارکتر شما باید استراتژی داشته باشه واسه هر حرکتش. یعنی اگه کار ایمیل مارکتینگ هم میخواد انجام بده، دقیقاً بپرسید برای چی میخوای انجام بدی. خب یعنی اگه گفت نه میخوام ایمیل بفرستیم اشخاص عادت بکنن، کسی عادت نمیکنه به لوگو شما یا اسم شما، بیشتر ایجاد زدگی میکنید. میگم خودتون رو بزنید جای مخاطب. حتما براتون میاد ایمیل از کمپانی مختلفی. چه حالی میشید؟ صبح پا میشید منتظر یه ایمیل خاصی، حالا از مثلا یه کمپانی هستید، مثلا یه بسته پستی براتون منتظرید که ایمیل بیاد براتون، 100 تا ایمیل اومده از شرکت مختلف یا این اون نمیدونم ما اینی ما اونی، حالا میدونیدم دیگه، یک دفعه بفرستی دیگه طرف اسم شما رو میدون، یعنی ذهنش میمونه، لازم نیست هر روز تکرار بکنید. حالا واسه این که اصولا اشخاص متوجه بشن شما هنوز در مارکت هستید، در بازار هستید، 5 ماه هر 6 ماه یک دفعه حالا خودتون رو تبدیل بکنید بدی نیست. ولی به طور کلی اگر میخواین آفر خاصی بذارید، اگه یه شرایط خاص جدیدی رو میخواین بذارید یا یک تغییری رو به وجود آوردید تو سیستمتون، خیلی خوبه از سیستم ایمیل مارکتینگ استفاده بکنید. ولی یه چیزی رو بهتون بگم، متاسفانه حالا صحبت از ایمیل مارکتینگ 1% جواب، یعنی حتی من زیر 1%، حالا من به ذره خوشبینانه میگم تا 1%، یعنی شما روی 1% حساب بکنید. ببینید براتون مرقوم صرفه هست که اگه 1% بخواد جوابگوی کارتون باشه، چون اصلا میتونید به آمار نگاه بکنید. یعنی حرف من رو بذاریم کنار، به آمار نگاه بکنید ببینید که چقدر تو بازار جوابگو بوده برای شرکت کمپانی‌های مختلف و اشخاص مختلف. دقیقاً 1% و حتی زیر 1%. خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. من اصولا توصیه نمی‌کنم، یعنی توصیه‌ام به این صورته، به صورت مقطعیه. اگه میگم همیشه مشتری رو وقتی با صحبت می‌کنم میگه کار ایمیل مارکتینگ، میگم اوکی آفر خاصی داری یا شرایط خاصی می‌خوای بذاری؟ میگه نه میخوام مثلا هفته یه بار بفرستیم همینجوری. میگم نه نمی‌خوام. یعنی اصلا میگم این باعث میشه که اشخاص خیلی کمتر بهتون تراست کنن. ببین دقت بکنید، شرکت‌های خیلی بزرگ هیچ وقت این کارو نمی‌کنن. هیچ وقت هر روز به شما ایمیل نمیزنن بگن ما فلانیم. یعنی این کار از دید حالا کار مارکتینگ کار چیپیه، یا هر روز بیه به اشخاص بگه ما هستیم. میگه خیلی خوب یه دفعه گفتی دیگه، نیازی نیست هر روز واسه افراد ایمیل بفرستید. یا بدتر خیلی هر روز SMS میفرستن از سیستم SMS یا EMS استفاده میکنن که ما هستیم. نه میدونه دیگه هستی دیگه، یا قرار نیست هر روز بگی دیگه. یعنی بیا هر روز بگی ما این سرویس ها رو داریم. خب یک دفعه واسه شون فرستادی، میان قشنگ چک میکنن و حالا بررسی میکنن و حالا اگه بخواد استفاده میکنن دیگه. ولی نه، اگه به صورت دائم بخوایم بی هدف بخوایم استفاده بکنیم، نه تنها اینا، نه تنها کار ایمیل مارکتینگ، تو هر روش دیگه شما اگه هدف نداشته باشی، استراتژی نداشته باشی، فقط پول داری. شما اصلا بیا هفته یه بار یه پکیج درست کن، هدیه بفرست به صورت فیزیکال واسه اشخاص بدون هدف، یعنی همینجوری بیاره دیگه. بعد یه تایمی دیگه انقدر عادی میشه و انقدر دچار افراد دیگه نه قدر اون هدیه رو میدونن نه چیز دیگه. پس ببین یعنی میذارن که گوشه خونه دید. یعنی اصلا دیگه، ولی وقتی به صورت هدفمند کار بکنید حتی توی این زمینه میتونید خیلی موفق باشید. ولی متاسفانه دیدم که 90% اشخاص همینجوری کار میکنن، یعنی مارکتر ندارن، هزینه‌ای هم نمیخوان واسه مارکتر بکنن، 5 برابر اون هزینه‌ای که میخواستن برای مارکتر بکنن، اون وقت مجبورن بیا این شرکت‌هایی که حالا SMS میخوان بفرستن یا کار ایمیل مارکتینگ انجام به همینجوری هزینه میکنن برای اینا
تهش هم به جای خط نمیشه. خب میشده با مثلا 1/10 این هزینه مارکتر خیلی با تجربه رو حالا هایر بکنم. مارکتر هم قرار نیست بیاد تو کمپانی شما بشه، نه، شرکت مختلفی هستن که این کار واسه کار مشاوره رو براتون انجام میدن و اصلا کار خود مارکتینگتون رو واسهتون انجام میدن، کمپانی خود من انجام میده براتون و میتونید راحت دیل بکنید. این که میگم حالا نه اینکه بخوام بگم آقا بیا با ما قرارداد ببندید، نه، یعنی میگم اصول کار اینجوریه. شما خودتون نمیتونید این کار رو انجام، یعنی پولتون میریزید دور. اگه قرار باشه یه هزینه خیلی حالا کوچیکی رو به یه مارکتر پرداخت بکنید، خیلی مرقوم به صرفه سره تا خودتون شروع بکنید بخواید با یه کمپانی دیل بکنید و از یه روش‌هایی رو استفاده بکنید که منجر به سقوط، یعنی سقوط براتون، یعنی و هدر رفتن هزینه‌تون میشه. چون شما حتی نمیدونید از چه کمپانی باید استفاده بکنید، از چه سرویسایی نباید استفاده بکنید، کدوم کمپانی‌ها سرویساشون خوب نیست، کدوم کمپانی گرون میگیره و الکی هم گرون میگیره، کدوم کمپانی قیمتش مناسب داره. ولی مثلا یه فردی مثل من خب الان 15 سال دارم این کارو میکنم و دیگه با اکثر کمپانی‌ها آشنا هستیم و حتی اگه مشکلی پیش بیاد شما بخواید به اون کمپانی بگید آقا بیا مشکل حل کن تا اینکه ما بگیم، خیلی فرق، واقعا خیلی فرق میکنه. شاید به یه ایمیلی که من میفرستم مثلا در از 2 دقیقه جواب میدن، شما اگه بفرستین میتونید نگاه بکنید 2 روز کاری بعد جواب میدن. حالا شب عید هست، تصور کنید میخواین که کار حالا ایمیل مارکتینگ یا کار اسمستون رو همون روز همون ساعت انجام بدید و به این مشکلی برخورد و 2 روز کاری بعد صبر بکنید. ولی وقتی با یک مارکتر دارین کار میکنید این قضیه براتون اتفاق نمیفته. نهایتش مارکتر میاد سریع سرویس از یک کمپانی دیگه میگیره و کارتون رو راه میندازه. پس همه چی، یعنی تو بحث مارکتینگ فوق العاده کار حساسی، شما دقیقاً رو لبه تیر دارین راه میندازید و اگه خودتون انجام بدید 100% منجر به باخت. 100% یعنی پولتون رو برید قشنگ میریزید. خیلی پس باید درست و شمرده شده جلو برید، سریع بشید. بعد سوال دیگه اگه هست من در خدمت هستم. در ادامه صحبت شما منم یه مطلبی خواستم اضافه کنم. خیلی خوبه که وقتی شما بیزنس خودتون دارین و دارین یه کاری انجام میدین، حالا در زمینه وبسایت صحبت کردیم، در مورد سئو صحبت کردیم و حتی ایمیل مارکتینگ هم صحبت کردیم، ولی من فکر میکنم که خیلی خوبه که یه بیزنس پلن داشته باشین. یعنی اینکه برنامه‌ای برای برنامه‌ریزی واسه بیزنستون داشته باشین، دقیقاً بدونین که چی کار دارین میکنین و به اون نسبت جلو برین. وقتی که همینجوری که جناب سازگار اشاره کردن، وقتی که ایمیل مارکتینگ خب نمیخواد جواب بده، این به هدف شما نزدیک نخواهد بود. بنابراین باید راههایی رو پیدا کنین که بیزینستون رو بیشتر و سریعتر بتونین جلو ببره. حالا مثلا من این مورد رو تو آمریکا خیلی دوست دارم که خب همیشه برنامه‌ریزیشون هست، حالا در زمینه شخصی یا در زمینه بیزینسشون همیشه یه پلنی رو مشخص دارن که میدونن در 1 سال آینده حالا این بیزینس میخواد به کجا برسه، در 5 سال آینده به کجا برسه و در نهایت چه هدفی دارن واسه بیزینسشون. من فکر میکنم اگر که اینو داشته باشین خیلی کمک میکنه که یه به اصطلاح یه هدفی دارین که به دنبال اون میرین و چیزایی که جانبی هست خود به خود قطع خواهین کرد وقتی که دارین به اون مسیر میرین. این مسئله رو بگم، حالا تصویر نادر هم داشته باشیم. این مسئله خیلی برای بچه‌ها توی ایران اتفاق میفته. متاسفانه این مشکلات برای اونا اتفاق میفته. میان شروع میکنن با یه کمپانی کار کردن. حالا من تو زمینه گوگل ادز دیدم قضیه رو. ببینید نمیدونید چه کار سر اینا بنده‌های خدا میاد. یعنی یه سری از این کمپانی‌های ایرانی اصلا چه کار سر این مشتریاشون میبرن. اصلا من مغزم سود کشید. یعنی واسه یکی از آشناها من صحبت کردم با یکی از این کمپانی‌ها، حالا چون از دوستانم بودن گفتم من صحبت میکنم. صحبت کردم، شروع کردم، بعد اصلا جوابگو نبودن، اصلا فقط پولو میگرفتن. بعد اومد یه قولی داد پروموشن، یعنی یه پروموشن خاصی رو گفت ما بهتون میدیم، یعنی
چجوری بهتون بگم، یه مثلا خب تو قاطیه. گوگل، آره یه رقمی رو بعداً گوگل از پرداخت گفت اینو ما بهتون میدیم. خب این بنده خدا هزینه کرد. روزی که میخواستم پروموشن رو بدن گفتم نه. ببینید چی کار سر این بنده خدا، یعنی یک بلایی میارن چون به قول معروف آلترناتیو نداره اون بنده خدا دیگه، جایگزین نداره. میدونه که آقا گیرن لنگ توه، مثلا لنگ فلان شرکت چیچی ادز، نمیخوام اسمشو بیارم. خب میدونه لنگه، کار بلایی سر اینا میارن، سوء استفاده میکنن. من با سند میتونم ثابت کنم ولی نیازی نیست. حالا ما یه کاری کردیم برای بچه‌ای تو ایران. از اردیبهشت ما یه سرویسی یعنی با همکاری ما تو ایران راه اندازی خواهیم کرد که راحت بتونید از سرویس این وقت بتونید استفاده کنید. شرکت یعنی بتونید حالا با 1% بالا و پایین سرویستون رو انتخاب بکنید، همونجا آنلاین حالا پرداختتون رو انجام بدید و بتونید از سرویس استفاده بکنید. این هم ببینید حالا همه کاری رو ما آدم سودش انجام میده، ولی یکی از دلایلی که منجر شد من به این فکر بیفتم وقتی دیدم اومدم با این شرکت واسه دوستمون کار بکنم، یعنی اومدم حالا کارش راه اندازی بکنیم براش و یه کمکی بهش بکنیم، وقتی دیدم اینجوری دارن برخورد میکنن، اصلا ببینید هیچ اصولی رو نمیشه اصلا مثلا رعایت نمیکنه. یعنی اصلا اصول ابتدایی بیزینس هم بلد نیستن، بلدن ها، نیازی نمیبینن رعایت بکنن. وقتی میدونه طرف حق انتخابش یا اینا یا یک شرکت دیگه، یعنی 2 تا کمپانی، خب وقتی میبینه اینجوریه هر کاری خاصی میخوام سرش میاد، یعنی واقعا با بی‌وجدانی خاصی کار و من این قضیه رو لمس کردم و دیدم و واقعا متاسفم. یعنی حالا میگم خودمون یه سیستمی رو راه اندازی می‌کنیم، یه پلتفرمی رو راه اندازی می‌کنیم، حدودا میگم از ماه پارسیش از اردیبهشت، یعنی اواخر اردیبهشت و خرداد راه اندازی می‌کنیم که بتونیم خیلی راحت این کار رو انجام بدیم و پولتون رو اینجوری هدر ندید. 2 تا مشاورم براتون میذارم به زبان فارسی که حالا از مارکترهای خیلی مجرب که بتونید باشون ازشون مشورت بگیرید، کارتون رو واسهتون راه اندازی بکنن و بتونید تو مسیر درست قدم بردارید. این کارا میگم حالا همه چی سود هست ولی یه مقدار بیشتری به خاطر این بود که وقتی دیدم این صحنه‌ها رو واقعا ناراحت کننده است. من به عنوان یه فرد وقتی باهاشون تماس گرفتم خیلی جالب بود. اون روزی که گفتم آقا پروموشن نمیدیم، من چون هم شماره مدیر شرکت رو داشتم هم شماره حالا کارمندا، با هیچ کدومشون جوابگو نبودن به غیر از یه خانم، فقط ایشون جوابگو ما بودن، یعنی جوابگو بودن و اصلا فردی بودن که حالا بهش مربوط نبود، یعنی کارمند مستقیم این دوست ما هم نبودن که بخوان کارش رو انجام بدن، ولی بازم جوابگو بودن و ایشون حالا آروم کردن قضیه رو. ولی نه مدیر کمپانی جواب داد، نه کارمند مستقیم حالا این پروژه جواب داد، هیچ کدوم اصلا جوابگو نبودن. فقط صبحش با یه دونه تکست آقا پروموشن به فلان حالا مشتری تعلق نخواهد گرفت. حالا هم کاری ندارن که آقا چون تعهد داشتی شما باید انجام میدادید، اصلا یعنی سیستم کاملا فرق میکنه. نادیا شما میدونید ما توی اروپا و آمریکا خیلی وقتا پروژه ها رو با ضرر میبندیم، یعنی پیش میاد که مثلا تو سال 1-2 تا پروژه رو با ضرر میبندیم ولی سر هر کنون وای میستیم، یعنی اجازه نمیدیم که شرایط بد کمپانیمون اگه یه شرایط سختی رو داریم اینو بارش رو دوش مشتری نمیذارم، بارش رو دوش من مدیر باید سعی بکنم خودم حل کنم قضیه. یعنی اگه وسط کاری اتفاقی هم افتاد ولو شده ضرر مهم نیست، باید سر حرفش آدم وایسته. ولی من اینو ندیدم حقیقت. حالا با این یه دونه شرکت که کار کردم اینجور چیزی رو ندیدم ازش. فوق‌العاده بی‌مسئولیت، فوق‌العاده اصلا بی‌نظم، شلخته. اصلا یه بعضی تو طول روز خیلی جالب بود، تو طول روز کارمندی که حالا موظف بود پاسخگو باشه میگفت چیزه اینترنت گوشیم قطعه،
به خدا. یعنی میگم اینترنت گوشیم قطع بود تو طول روز 3 ساعت 4 ساعت میگم اینترنت، هر چیز زنگ زدم میگم جواب نمیده، آخه مستقیم زنگ گفتم چرا جواب نمیدی مثلا از حالا واتساپ یا ایمو. آخه ببخشید من اینترنت گوشیمو قطع میکنم مصرف نشه. گفتم مرد حسابی یعنی سر کاری تو باید جوابگو باشی، باید از اون سرویسی که اعلام کردی ولی به اینکه حالا اگه اعلام نکرده باشه ولی وقتی اعلام میکنی واتساپ باید پاسخگو باشی. نه اینترنت گوشی تموم میشه، یعنی ببین تا این حد فاجعه است، یعنی تا این حد کارا عجیب و غریبه. یک بارم نه اظهار شرمندگی کردن نه تاسف بردن اصلا هیچی. میگم فقط یه خانومی که اصلا ایشون هم کارمند مستقیم نبودن، اگه ایشون نبودن و قضیه رو آروم نکردن من به دوستم دقیقا میگفتم برن شکایت کنن ازش. و و و خب حالا این قضیه اتفاق نیفتاد. خب بسیار عالی افشین جان. میدونم یه 3-4 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. حالا نمیدونم اگر که سوال و یه مطرح. سوال دیگه میتونیم بپرسید سریع جواب بده اگه سوال بیده. اوکی شور. خب میخواستم در مورد این کسانی که داشتن کانتنت میساختن و محتوا میساختن واسه وبسایت ها، الان خب به خاطر اینکه هوش مصنوعی اومده میخوام ببینم که خب چه راهی رو انتخاب کنن که هنوز بتونن کارشون رو انجام بدن، ولی خب قاعدتا هوش مصنوعی خب خیلی از این کانتنت ها یا محتواها رو داره درست میکنه. حالا چی کار بکنن که بتونن هنوز بر خودشون درآمدزایی داشته باشن و کاری انجام بدن که خب هنوزم دوستش دارم. یه چیزی رو من بگم اول که به مدیران شرکت ها یه مسئله رو عنوان بکنم فوری. راجع به این قضیه من هفته دیگه خیلی مفصل با این عزیزان صحبت کنم. اول یه چیزی به مدیران شرکت بگم، یه ذره معرفت آدم داشته باشه بد نیست. الان چون هوش مصنوعی اومده من دیدم این بچه‌ها رو بعد اخراج می‌کنه. خب آخه یادتون رفته مگه این همه سال براتون زحمت کشیدن، کار کردن، کانتنت ساختن، شبانه روز نشستن براتون تولید محتوا کردن، الان به خاطر اینکه هوش مصنوعی اومده حالا بچه‌ها رو برمی‌دارید اخراج می‌کنید. خب یه ذره معرفت چیز بدی نیست، یه جای دیگه کار دیگه بهشون بدید، یه مسئولیت دیگه بدید، یه حداقل بیاید مثلا همین هوش مصنوعی رو بذارید آموزش ببینن بتونن با هوش مصنوعی کار بکنن. و هر حال یه اپراتور نیاز داره شما که بخواد با این ابزار کار بکنه. یه کوچولو آدم یه مقداری معرفت هم داشته باشه چیز بدی نیست. اینو فکر بکنید این قضیه میگرده، یعنی اگه شما امروز دارید کارمندتون رو میذارید کنار 4 روز دیگه مشتریتون به واسطه وجود هوش مصنوعی خودتون رو میذاره کنار. یعنی میگن کارما قشنگ میچرخه سر خودتون میاد. یه مقداری آدم اینجور وقتا یک کوچولو معرفت و اینو بهتون بگم هوش مصنوعی با این همه پیشرفتی کرده نمیتونه جای فردا بگیره. هر چقدر هم که تولید محتوا بتونه انجام بده باز هم یک شخصی باید کنترلش بکنه، باید چک بکنه، باید بررسی بکنه. مخصوصا کانتنت هایی که به زبان فارسی میسازه خیلی یعنی یک فرد حتما نیاز داره، فردی که به کار شما تسلط داره براتون کانتنت ساخته، تولید محتوا کرده براتون و این فرد میتونه یک فیلتری باشه از اینکه حالا محتوای ضعیف بیرون نیاد، محتوای ضعیف بیرون نیاد، نگه داریم این بچه‌ها. یعنی من الان توی 1 ماه گذشته حداقل 20 تا حالا پیام داشتم که ما بیکار شدیم شما کار سراغ برامون نکنید. اینا سالها برای شما کار کرد، یکیشون من نزدیک به 8 سال یه همچین چیزی برای یه شرکت کار میکردم. حالا چون هوش مصنوعی اومده، چت جی پی تی اومده، نمیدونم بقیه ابزار اومدن عضو منو خواستن، اونم که شبیه خب یه مقداری یه کوچولو معرفت داشته باشید، نگهشون دارید. این قضیه نیست که فکر کنید هوش مصنوعی میتونه نیازهاتون کامل برطرف کنه، نه، این بچه‌ها رو نگه دارید و بهشون آموزش کار کردن با هوش مصنوعی رو بدید و در نهایت کانتنتی که هوش مصنوعی میسازه حتما مثلا میگن به زبان فارسی وقتی میسازه نیاز هست که یک فردی کنترلش، نیاز هست که یک فردی چک بکنه و ببینه که مجبوریم که برگردیم حالا در مورد این مسئله بعداً
مثلا صحبت میکنیم. موضوع خیلی خوبیه. در خدمتتون هستم اگر خدافظی میخوایم بکنیم با بینندگان هفته عزیز. خوبی براتون آرزو میکنم. شاد بی‌بی سربلند باشید در پناه هفت. خدا نگهدار. خب ممنونم که مثل همیشه با ما بودین. امیدوارم که از برنامه این هفته هم لذت برده باشین و جواب سوالاتتون رو تا حدودی تونسته باشیم داده باشیم تو این برنامه. به هر حال مثل همیشه از طریق فیسبوک و مخصوصا اینستاگرام که در پایین صفحه باید ببینین میتونین با ما در تماس باشین و من خیلی خوشحال میشم که سوالاتتون رو بیارم به برنامه و در اینجا مطرح کنم و اگر نظرات و پیشنهاداتی هم دارین خوشحال میشیم که با آغوش باز ما نظرات و پیشنهاداتتون رو قبول میکنیم. هفته خوبی رو داشته باشین و چهارشنبه سوری هم بهتون حسابی خوش بگذره. خدا نگهدار.